سلام، امروز خدمتتون هستم با کاور ابرویی که تتوی پررنگ و کادری داره. اول از کالر کورکتور رنگ نارنجی استفاده میکنیم و با بیوتی بلندر ترجیحاً خوش رنگمون رو بلند میکنیم. بعد از یک کانسیلر فول کاور استفاده میکنیم. در اینجا کانسیلر باید به صورت ضربه‌ای و تپ تپ گذاشته بشه و بعد با بیوتی بلندر نمدار بلند بشه. مرحله بعدی از کرم پودر و فاندیشنی که قراره روی کل صورت اپلای بشه استفاده میکنیم و با یک براش سرتخت کرم رو روی ابرو میزنیم. در اینجا دقت داشته باشید که کار فید کرم خیلی آروم و با فشار دست کم انجام بشه، چون مواد شما هنوز چرب هستش و احتمال جابجایی داره. بعد از پودر فیکس بیرنگ برای بیک کردن کرم پودر استفاده میکنیم. از یک گوش پاککن آغشته به تونر برای پاک کردن سطحی موهای ابرو استفاده میکنیم و بعد از اون با استفاده از یک قلم سرکش شروع به زدن هاشور ابرو میکنیم. ممنون از نگاهتون. بهمدی هستم. خوشحال میشم حمایت کنید و بهمون انگیزه بدین.